یکی از دفع بلا صدقه هست، یکی توبه و استغفاره، یکی تضرع به درگاه خداست، یکی پناه آوردن به قرآنه، یکی وضو گرفتنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم بر سختی ها وضو می گرفت. الوضوء علی المکاره. لا حول لنا ولا قوة الا بالله. نه توانی داریم نه حرکتی داریم مگر خدا. آدم تعجب نمیکنه از کسی که معلول و نابینا به دنیا آمده. بدبخت معلوله، فلج به دنیا آمده، ناقص به دنیا آمده، کاری ازش ساخته نیست، درسته؟ ولی آدم تعجب میکنه از جوان پهلوان یل سالم سرمایه دار این کاری نمیکنه، این خدمتی نمیکنه.